یک دو سه. ها چو کردی؟ ای کجا اومدی؟ ترکیه آوردم تا ترکیه. بچه جان الحمدلله اینمی سفر داریم. داره برادر ما گفتن در 3 دولت. برنامه راه در سفر با سرپرستی مغازه زیارت شاپ. مرکز خدمترسانی زیارت شاپ همروزه از ساعت 9 تا 12 شب با وقت مسکو با داروها و حجامه خود در خدمت شماست. از جمله هر گونه مزها برای استخوان درد و پادرد و اینچنین داروهای ترکی برای پروستاتا، دارو برای رزاندن کرم اشکم و روغن ماهی برای روشنایی چشم. از فیرمای عربیان مید و سنت مید هر نمود علفهای گیاهی با عسل آمیخته شده داروها برای بسیاری از دردها. هر گونه صابونها برای داغهای رو و دستها و اینچنین شامپونها از فیرمای تریچا برای نریختن موی سر و اینچنین خوشبوییها از دولت‌های عرب و ترکیه با نام شیخ و شیوخ. امیدوارم که به شما ان شاء الله که پسند میآید. عموما ما کوشش میکنیم که برای شما محصولات‌های بهترین را پیشکش کنیم. برای تماس بر رقم‌های باوری ان شاء الله که در تماس باشید. باقی در امان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. ای بچه دیگه یک چی برنامه خوب اومدن ده ای وقت آدمی سهر میگه برو ای رحیم جان. ای السلام علیکم. اوی تیار نشدی که اوزیان؟ یک ساعت اختیار دارم. چو کردی اکا جان؟ او تیار شو آخی میریم برنامه راه در سفر. با خونه که سرو جان اکا؟ ای نه برادرم حاجی زیارت شو گفت که تمام این برادرایی که کمینتر نمیستن دستگیری کردن کو این ما را دستگیری کرد جدا کرد اگه خارج کشور. ای انیقه که جان؟ بله برنامه در راه در سفر رفتیم. ای بیا تیز بجم نونو در نونو سرقه چی من بگیرم؟ نه اسفنا ای ماشاءالله ای خیر باشه اگه نه اکا جان دستگیری برادرها کمینتر رو لایک موندن کو حاجی زیارت شو گفت که با گفتی گپو دستگیری کردن اگه خارج کشور میریم برنامه‌های خوب و آرام و آسوده در خارج کشور. اگر این خیر باشه برادران عزیزم میگم که تو اومدن ما را انم که دکان اومدم میگه که سفرهای ما هر دولت چیدن بیرا برای شما نوره خوبه پیشنهاد کنیم. خیر رفتیم چای درهم میخوریم چای دیگر رو بخوریم. بله رفتیم. دانم جانم هم خیلی خبرو خشت تیز گپ زد. اویسته این بچه بیست میگه درخت از آب سبز زد آدم زی دعا و پیش از سفر با دعا نمیگیریم اخی. قرجون یا دو شدور موندن دیگه. نه خالی جان خاری بیا در جانم یک دعا مونته که سفر داریم این روز. سلام علیکم. سازی خاری جان. سلام علیکم. خیر ان شاء الله دعا دیدی فایده کرده سه ان شاء الله. درجه نمیتونه. خیر که برنامه برادر خصوصیانه که چیکار کنیم میگم. خیر. برادر بیا. آمین اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم منان به هر که دینش به هر حبیبش به هر اسما و صفاتش سفرتون رو به خطر کنه از تمام آفت‌های ارضی و سماوی محفوظتان داره و این برنامه تو رو وسود و به نفع جامعه بگردونه و صحت سلامت برگشتن براتون نصیب بفرمایید. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. انا برادران عزیز در نام تانجانم که یک بار دیگه خاطر این قدر دستگیری ها همه کسا میدرویم کسی که هجوم کنه داروخانه مرحمت تمام چیزا میوید نمره‌ای که در روی اکران موندگی زنگ زنید تا که انم حاجی جان سبب شوم ما دیگر دولت ها بریم برنامه خوب برای شما پیشنهاد کنیم که در یک کنج غریبی شتگی راحت کنیم بگید توجی کنیگو تمام دنیا را گشت تا امریکا را میریم بعد امریکا فرخور میشه تو نبروید درست میری قگا مزه تست تیار شو می پاراسم علیو اکما ده هیچ در کنیست من تر پری خود میرم رفته عبدالله جان لبا سحر اومدی با یک مهر و محبت من خیزونده که بیو میریم راه در سفر برنامه در خارج کشور. بله
نوار یکم یاد داره که یه مهر و محبت خطی رفتیم همراه خودت. ما در پدرجان زنگ زدم، شما در مادرجان. باش شوخی کردم که پدر اخورت نکنید در دورین ماشین یک چیزی بود که مردم راحت کرد و میگن که پدر راضی مادر راضی خدا راضی. این زنش شهادت از اون میده که این دعای انمون بزرگو بود که خداوند باز سفری ما را روش داده با دعای برادرو، با دعای مادرای غریب، با دعای این خدر نفری که در حق ما دعا کردن، این خداوند نصیب گردون با دولت‌های خارجه. ها انسانیت مثل غذا بوده که محتاج به دعای دعا آدم به مرتبه میرسه. انمو الله های مادرها، انمو آرزو آمارهای پدرها هست که الحمدلله ما بابایی رسیدیم. اولش الله و آخر الله و بعدا سببگار دعای انمو والدین میشه و که الحمدلله این تمام ناز نعمت ها همش همون خیر باشه. اکجان میگم که با زنگ بزنیم ایستمی خاندان دعا را گرفتن در باور که دل ما ریش کردیم. من میگم یا پدر در زنگ بزنم استمی خاندان میگم یا دعاش بگیرم ان شاء الله. منمو اینی خطی زنگ بزنم ماشاءالله میشه. ای پدر باور کن این دو گنجی هست اکجان که در تمام دنیا بگر دیگر خیلی گنج نمیاد. بله درست. هر جانب شماست برادرم باور کن. میدونم برادران عزیز که لحظه ما رو تماشا کردین، شاید بعضی پدر و مادر نداشته باشین، بعضی دورمو چهره مبارک شده دیگه. الو السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جون نازل نوری تو الحمدلله پدر بزرگ. خیر پدر بزرگوارم خوب هستین؟ بخیر هستین شما؟ ای بارک الله. الحمدلله امروز سفر داریم به خارج کشور. میتونم یه دعا بگیرم. پروردگار روی ثابت برام. آمین. انا کشوری که پروردگار روی ثابت در جایی که باشه فلانگون نگهبان. آمین. الله اکبر. سلامت باشی پدر جان. احتیاط کنین خطونه ان شاء الله. خب مالش. بهترین کار کردی که عبدالله جان، بهترین کار، بهترین. انا که ما مادر جان عزیز زنگ زنم بهترین میشه. ها بله مادر ای در بزرگی جان مادر پدر. هی دوستان عزیز غنیمت های بخدا قسم هر یک لحظه هر یک نفس شو کو قدر کردن کو. سلام علیکم. و علیکم السلام. سوزیو چه جان تنجی سلامتی ها خوبه؟ شکرانه اولا شما نازیم مثلا سوزی سلامتی خوبه و تو هم سوزی هم شگر با فکر ما شما را در کجای دگیم با فکر روزی توی تونمو پیش دوره دا گشتی سبدو و چه جان الحمدلله اینمی سفر داریم گفتیم یک دعای شیرین شما را بگیریم. مو دفعیت هم دعا گرفتیم دعاش فایده زور کرد وای دفعه مادر بگیریم. ما همه وقت شما را توجیه بسم خدا بکنم و اینجا چند ساعت هم برکتی ها اگه امروز یک خطار بوده همه جوانمردار در امان خود نگاه داره سفر که بخطم صبح سلامت برای خود خود باری بالوگردان خط میترون مدددار و مشکتی برکت صبح سلامت برید صبح سلامت بیایید کم نبینید یک هزار بوده. آمین الله. Через 500 метров съезд поверните направо на Новорязанское шоссе. خب رحمت خب چه جون خب میگه پدر مادر دو گنجی بی‌بهایند به فرزندان همین دو راهنمایند. بله برای همین انا که سفر دوام میتیم صحبت ها باقی است اما باقی است در آن جایی که انسان باجی است. الله نگهبانتون دلش تماشا کنید.
عزیز الحمدلله با دستگیری برادر عزیزمون مرکز خدمت رسانی زیارت شاه بین که عبدالله خیلی صحت سلامت تمامش را گذاشتیم. مسئله گذاشتن کمتر مشکلی بوده برای همه، فقط با دعای شما نیاز داریم که سفرمون به خطر شود و خوبتر شود. چی گفتی عبدالله جان؟ بله، انسانیت کوشش میکنه که هر سال یا که همه روزه زندگیش خوب و آرام و آسوده بشه، فقط کوشش میکنه و ما هم این چنین کوشش میکنیم که الحمدلله یکم از دوم فرق داشته باشه، دوم از سوم فرق داشته باشه. چطوری برادر ما گفتن در سه دولت یک دولتش دولت تاجیکستان وطن عزیز بشه. با دستگیری مرکز خدمت رسانی زیارت شاه این الحمدلله سفر داریم عملیات خطی، فقط محتاج دعای شما است. خدا باشه. دوستان عزیز، شکرانه الله مهربان ساق سلامت رسیدیم. تماشای ترکیه را گذاشتیم در درجه عالی، به یگان پاسپورت، به هیچ هم خیلی گذراندن. هزار رحمت. انشاءالله که خدا نصیب کرده باشه برنامه خوب و جالب رو پیشنهاد شما میکنیم. کسی که از میدونه در کجا جای ایسترین جای استانبول جای زیباترین در کامنتر بنویسن. ما فرصت جدا کردم میریم ادمجا را نوار کرده برای شما پیشنهاد میکنیم. اکا بله الحمدلله این کارهای ما هم به اون خاطر است که هر یک انسان میخواهد که در حیات خود سفرها بکنه و این سفر ما هم یک چیزی بشه که برای بعضی ها که مثالی که بعداً سفر میکنن بیاین یگان مشکلی روشون ندیه همین چیزا را داشته باشن. به همین خاطر ما شما را نشان میدیم جای تاریخی را، جایی که مثال استانبول جای خوب شد. من میدونم که برادرای اهل تاجیکی خودمان الحمدلله در ترکیه هم بسیارن. به همین خاطر گفتید اینجا در زیر کامنتر بنویسین که ما از کجاها دیدنوار کنیم و برای شما پیشنهاد کنیم. و حتما برادرانی که در انگلیس باشین بنویسین واخری تشکیل میکنیم، واخری با برادرای تاجیک در ترکیه. بله. الله نگهبانتون. داریم برنامه را تماشا کنیم. بارک الله فیک.